بریم که داستان بچه محلمون یعنی سردار آزمون رو براتون بگم. یه روز سرد برفی توی دی ماه 1373 از خونه گرم صمیمی توی گنبد کاووس صدای گریه پسر کوچولو با مزه بلند شد. اسمشو گذاشتن سردار. یه پسر کوچولو جذاب و کنجکاو از این دنیای بزرگ. سردار توی خانواده ورزشکار بزرگ شد. باباش از همون والیبالیستای قدیم بود. اما سردار عاشق فوتبال بود و از همون بچگی تو کوچه‌های خاکی گنبد کاووس بازی میکرد. اینقدر بازی میکرد کفشاش پاره میشد و همون کفشا تو کوچه‌های بازی میکرد که همه کرک پرشون ریخته بود که این بچه چطوری بازی میکنه در یک سطح دیگه ای بود. اما سردار راهی سختی و در پیش رو داشت. وقتی رفت تهران برای تیم ملی نوجوانان تست بده خیلی‌ها بهشون خندیدن و همشون مسخره میکردن. میگفتن بیا تو برو والیبال تو بازی کن، به فوتبال نمیخوری. اولین قدمش تو فوتبال حرفه‌ای تو ایران با باشگاه سپاهان برداشت، اما دلش میخواست از مرزهای ایران بزنه بیرون، تو سطح بالاتری خودشو نشون بده. تو سال 2013 وقتی فقط 18 سالش بود به روبین کازن روسیه رفت. اونجا کلی سختی کشید، نه زبونشو بلد بود و نه کسی رو میشناخت، ولی سردار عین یک جنگجو ادامه داد. بعدش هم به صورت موقت رفت به تیم رستوف. تو همون مدت کوتاه تو اونجا هم درخشی حسابی شناخته شد. وقتی برگشت به روبین کازن دیگه همه روسیا سردار رو میشناختن و میدونستن یه ستاره از ایران اومده قرار تیمشون رو به اوج برسونه. تو سال 2019 به زنیتن پترزبورگ پیوست. اونجا بود که تبدیل شد به یکی از ستاره‌های لیگ روسیه. تو زنیت گل‌های مهمی زد و با این تیم قهرمانی‌های زیادی به دست آورد. اما این پایان داستانش نبود. سردار همچنان دنبال چالش‌های بزرگتر بود و تصمیم گرفت به بایرن لورکوزن آلمان بازی کنه. این انتقال براش فرصت جدیدی بود تو یکی از بهترین لیگ‌های اروپا خودش رو به نمایش بذاره. بعدش هم یه دور کوتاه به آس روم ایتالیا رفت و تو لیگ سریا هم بازی کرد تا اینکه فصل جدید تصمیم گرفت با دستمزد 3.5 میلیون یورو به شباب الهی دوباره تو لیگ امارات بره. این جابجایی نه فقط براش تجربه جدیدی بود بلکه فرصتی بود تا تو لیگ دیگه هم بدرخشه. تیم شباب الهی الان در جایگاه اول لیگ امارات قرار داره و سردار یکی از ستاره‌های کلیدی تیم شد. سردار عاشق اسباست. هر وقت توی زمین فوتبال نیست میره پیش اسباش اسب‌سواری میکنه. عشقش به اسب‌ها مثل فوتبال بی‌پایانه. علاوه بر این دلش مثل همون بچه گنبدی پاک صاف همیشه به خیلیا کمک میکنه هوای آدم‌های نیازمند رو داره. همین پسر گنبدی به همون نشون داد که هیچکی نمیتونه جلوی کسی که رویا بزرگتری تو سرش داره رو بگیره. از زمین خاکی های گنبد روسا اومد و الانم یکی از بهترین فوتبالیستای ایرانه. رفقا به عشق سردار آزمون حتما ازمون حمایت کنید. سپاس از اینکه تا آخر ویدیو رو دیدید.